در این قسمت از ویدیو به دو پادشاه صفوی، شاه عباس دوم و شاه صفی دوم میپردازیم که هر کدام در دوران حکومتشون با چالش‌هایی روبرو بودند. پس تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. شاه عباس دوم هفتمین پادشاه ایران در دوران صفوی بود که در قزوین به دنیا آمد و پسر بزرگ شاه صفی اول بود. او در سن 10 سالگی به تخت نشست و تاجگذاری کرد. به دلیل سن و تجربه کم، تمام امور کشور در دستان وزیر اعظمش سارالتقی بود. بعد از گذشت 1 سال، رستم خان سپهسالار بر علیه شاه شورش کرد تا شاه عباس رو از سلطنت برکنار کنه. اما سارالتقی پس از آگاهی از این موضوع در نزدیکی مشهد اون رو به قتل رسوند و همچنین در سال 1644 میلادی عده‌ای از طوایف بختیاری نیز علیه شاه عباس دوم شورش کردند. اما سارالتقی موفق به سرکوب کردن اونها شد. سارالتقی که رهبری مبارزه با فساد رو به عهده گرفته بود، مخالفان و دشمنان زیادی پیدا کرد که سرانجام به دست گروهی از فرماندهان ارتش صفوی ترور شد و شاه عباس خلیفه سلطان رو به جانشینی او برگزید. شاه عباس دوم برخلاف پدرش با به سلطنت رسیدنش بسیار به امور دولتی و نظامی رسیدگی میکرد. او در سال 1648 میلادی با سپاهی 40,000 نفری برای بازپسگیری قندهار از امپراتوری گورکانیان راهی اونجا شد. او با تسخیر لشکرگاه قندهار رو محاصره و سپس اونجا رو تصرف کرد. شاه عباس مهراب خان رو که گرجی بود به فرماندهی قندهار منصوب کرد. شاه جهان امپراتور هند پسرش اورنگزیب رو با لشکری 50,000 نفری برای گرفتن قندهار فرستاد. اورنگزیب در سال 1652 تونست شهر رو محاصره و تصرف کنه. سپس عبدالعزیز ازبک با شاه عباس همپیمان شد و 10,000 سرباز رو به سمت کابل فرستاد تا آشوب برپا کنند. پس از 2 ماه مقاومت صفویان و تلاش ازبکان، اورنگزیب رو وادار به ترک محاصره و عقب نشینی کرد. 1 سال بعد گورکانیان دوباره برای بازپسگیری قندهار تلاش کرد، اما شکست خوردن و این شهر تا زمان سقوط صفویان جزئی از ایران بود. اگر تا این قسمت از ویدیو راضی بودین، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. شاه عباس دوم علاقه زیادی به مباحث علمی داشت و همواره به گفتگو با دانشمندان می‌پرداخت. او شباهت زیادی به شاه عباس بزرگ داشت، چرا که در زمان او بار دیگر کشور ایران از فرهنگ و اقتصاد خوبی برخوردار شد. شاه عباس دوم به ساخت بناهای اصفهان اهمیت زیادی میداد که کاخ 40 ستون و پل خواجو در زمان او ساخته شد. او به هنر علاقه زیادی داشت و هنرمندان و نقاشان زیادی در زمان او آثار زیبایی رو خلق کردند. از جمله هنرمندان آن زمان شفیع عباسی، علی قلی جوادار، محمد زمان و معین مصور میتوان نام برد. شاه عباس دوم در سال 1666 میلادی در نزدیکی دامغان از دنیا رفت و پسرش سامیرزا با نام صفی دوم به تخت نشست. در نخستین سالهای سلطنت صفی دوم کشور دچار بحرانهای زیادی شد. نان نایاب و ارزاق عمومی بسیار گران شدند. قبایل شرق دریای خزر دست به شورش زدند. در همین زمان قزاق‌ها از طریق دریا به ایران حمله کردند و علاوه بر کشتن بسیاری از مردم و تصرف بخشی از کشور، کاخ فرح آباد رو نیز آتش زدند. در آذربایجان و ارمنستان زمین لرزه بسیار شدیدی رخ داد و خسارت‌ها و ویرانی‌های بسیاری به وجود آورد و حدود 80,000 نفر کشته شد. پس از این اتفاقها شاه نیز بیمار شد و بیماریش روز به روز بیشتر می‌شد. پزشکان و وزیران شاه برای رفع مسئولیت خود مدعی شدند که منجم باشی در محاسبه ساعت صد برای تاجگذاری اشتباه کرده است و سرانجام قرار بر این شد که مراسم تاجگذاری دوباره انجام بشه و شاه با نام جدیدی تاجگذاری کنه. درست همانند شاهی جدیدی که به تخت نشسته دوباره سکه ضرب کنند و مهرهای سلطنتی رو از نو بسازند. شاه با نام جدید سلیمان در 20 مارس 1668 میلادی دوباره تاجگذاری کرد. این بار شاه سلیمان با اراده بیشتری به امور کشور پرداخت و بیماریش هم بهبود یافت و کشور نیز از اوضاع خوبی برخوردار شد. به نظرتون در زمان شاه صفی دوم چه کشورهایی در کاخ صفوی
برای امتیازات تجاری تلاش و رقابت می‌کردند. توی کامنت برام بنویس. شاه سلیمان امور کشور را به وزیر اعظم شیخ علی خان زنگنه و عده‌ای از خواجه سرایان واگذار کرد و این گروه قدرت زیادی به دست آوردند و هر ماه برای مخارج دربار مالیات‌های زیادی رو از مردم دریافت می‌کردند که همین امر باعث به وجود آمدن فقر و توسعه کشاورزی شد و به خاطر این مشکل مردم بارها شورش کردند. تا سال 1670 گرجی‌ها گروه بزرگی از ارتش صفوی رو به عهده داشتند، اما این قزلباش‌ها بودند که نقش مهمی در حکومت صفوی داشتند. پس از شکست ارتش عثمانی در نبرد وین در سال 1683 از لحاظ سیاسی و نظامی بسیار ضعیف شد. شاه سلیمان هیچ تلاشی برای حمله به عثمانی و استفاده از این موقعیت انجام نداد. او حتی پیشنهادات کشورهای اروپایی رو برای شورش علیه امپراتوری عثمانی رو نپذیرفت و زمانی که احمد دوم به تخت نشست، دولت صفوی هیئتی رو برای عرض تبریک به عثمانی فرستاد. در مدت حکومت شاه سلیمان برخی از کشورهای اروپایی سفیرهای خودشون رو به دربار فرستادن و سفارتخانه ایجاد کردند. هدف از این کار ایجاد روابط تجاری و توافقنامه‌ها بود. در ابتدا هلندی‌ها و انگلیسی‌ها و سپس آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها برای امتیازات تجاری در کاخ صفوی تلاش‌های زیادی کردند و در بسیاری از موارد رقابت بین سفارت‌ها ایجاد شد. شاه سلیمان از ویلیام سوم پادشاه انگلستان درخواست کرد که گروهی از صنعتگران ماهر رو به ایران بفرسته. شاه سلیمان 7 سال آخر حکومتش رو خانه‌نشین شد و به عیاشی مشغول بود. او برای نگرانی از دست دادن حکومت خود گروهی از ارکان دولتی رو به قتل رسوند و این باعث شد در دوران حکومت پسرش شاه سلطان حسین امور کشور به دست افراد بی تجربه و بی تدبیر بیفته. شاه سلیمان به علت بیماری نقرس در اصفهان درگذشت و در قم به خاک سپرده شد و او قبل مرگش درباره جانشینیش به بزرگان دربار گفته بود: اگر شاهی می‌خواهید که در صلح و آرامش باشید، حسین میرزا، و اگر شاهی شجاع و جنگجو می‌خواهید، عباس میرزا را به جانشینی برگزینید. و سرانجام حسین میرزا به سلطنت رسید.